سلام رفقا، به چنل من خوش اومدید. من امیرم و اینجا آشپزخونه منه. سلام دوباره. این اولین ویدیو منه. واسه همین منم خواستم اولین ویدیومو با یه چیز خیلی ساده شروع کنم. اونم چیه؟ مرغ پاک کردن. شما میتونید به فروشگاه خیلی راحت پاک شده سینه، روند یا حتی تیکه هایی که خودتون دلتون میخواد رو تهیه کنید. ولی خب گفتم شاید دوست داشته باشید که یاد بگیرید چجوری مرغ رو پاک کنید و خودتون تمیز کنید و بتونید باهاش آب مرغ درست کنید، سینه رو خودتون پاک کنید، رون رو جوری که خودتون دوست دارید پاک کنید. برای همین گفتم اولین ویدیو میشه ساده‌ای باشه که اونم مرغ پاک کردن. حالا بریم برای پاک کردنش. خب ویدیو رو شروع میکنیم. ویدیو رو چرا؟ کار رو شروع میکنیم. یک عدد چاقوی تیز، نسبتاً نه تیز، بعد از پلاستیک برش میزنیم، در میاریم. حتما تاریخ مرغ رو چک کنیم، حتما فراموش نشه. بعد دور میندازیم، نگه نداریم. بعد خب با مرغ بازی میکنیم، هم پنداری میکنیم. چی داری میگی آخه؟ خب برای پاک کردن مرغ یه سری مفاصل داره که شما وقتی دست میزنی این نقطه های ثقل استخوان، شما خیلی راحت میتونید، ما از بال شروع میکنیم اول، شما خیلی راحت بدون هیچ فشاری این نقطه استخون که مفصله رو پیدا میکنید. اول وقتی پیدا کردید از همینجا میتونید یه ذره فشار بدید که به قشنگ از جا در بیاد. بعد از همینجا که برش بدید قشنگ میره پایین، نیاز به هیچ فشاری نداره. اینجا مشخص مفصل اینجوری برش میدید بدون هیچ گونه فشاری. حتما چاقوتون باید تیز باشه وگرنه اون موقع باید فشار بدید. این قشنگ تمیز، این از این هم از اینجا تمیز در اومد، میذاریم کنار. حالا میایم که کتف رو از بال جدا کنیم. دوباره همینجا یه ذره برش میدیم، اینجا که در اومد یه فشار، قشنگ در اومد. یه تیکه رو بدون هیچ فشار و سختی قشنگ برش میدیم. این هم از این. بعد میایم اینجا این تیکه کوچیک بال، اینم یه فشار صداش با اون یکی این شکست، این یکی رو در آوردم صداشو نشونه میدم. بعد اینم از این یه ذره اینجوری میکنی قشنگ این نقطهش پیدا میشه. پیدا که شد از همون لا میزنیش. حالا یه ذره مرغ بازیگوش بوده ای در میاد. خب ما که کم نمیاریم. از این یه فشار دیگه کامل در میاد. اینا رو میذاریم کنار، بعدا باش کار داریم، همینی که با عنوان آشغال استفاده میشه. این هم که کتف و بال در اومد، میذاریم کنار، میریم سراغ کتف و بال بعدی. خب از اینجا برش میدیم، مفصل که پیدا شد یه فشار ریز قشنگ از جا در میاد برای برش. این صدا، این صدا رو که داد قشنگ جدا میشه. جدا شد برش از نقطه ثقل قشنگ در اومد. همونجا برشش میزنی.
بلا هم داره یواش یواش وارد تصویر میشه. بوی مرغ بهش خورده دیگه. خلاصه اینجوری اینم از اینجا. اینم که همون بال کوچیک است. اینم از این یه ذره اینجوری میکنیم. شنگ در آمد. بال و کتف تمیز. اینم کتف. شنگ تمیزترین حالت ممکن در میاد. حالا میریم سراغ کجا؟ میریم سراغ رون. برای پاک کردن رون اینو باید یه ذره اینجا یه ستون فقراتشه، اینو یه فشار میدید قشنگ جاوا میکنه. بعد اینکه جاوا کرد از اینجا از این قسمت رون میشه خودشو ول میکنه دیگه کامل. بعد از اینکه خودشو ول کرد این نقطه استخون و نقطه ثقل رو پیدا میکنیم مثل کتف. بعد که پیدا کردین نگاه اینجا زده بیرون. اینجا که تو نور نشون بدم اینجا زده بیرون. صداشو میشنوید. قشنگ از اینجا یه برش ریز میاری اینور. از اینجا قشنگ وازش میکنه. یه حالت مثلثی گونه‌ای. خب بعد این صدای استخونه که اومد این الان جدا شد دیگه کل. یه لحظه اینجاش هم مونده. این جدا شد. قشنگ از همون جاهایی که جدا شده شما رونو جدا میکنی که قسمت تحتانی با قسمت بالا، نمیدونم مخالف تحتانی چی میشه، ولی که اینو شما بگید اگه میدونید توی کامنت ها لطفا. بعد این از این قسمت تحتانی. حالا شما میتونید این قسمتش که خیلی خوشمزه است برای کباب بازی نگه دارید. اگرم نه که میتونید بذارید کنار آشغاله. بلا هم که کلش تو تصویره. بابا برو اونور، به در شما نمیخوره عزیزم. برو بابا. خب میایم اینجا سراغ رون. رون رو از قسمت تحتانی تر مرغ جدا میکنیم. اینجا استخونش رو پیدا میکنیم، اون مفاصل رو بعد اینجا میزنیم. اینم از رونه. این از رون. این از رونه. حالا شما بخواید پوستشو میتونید بکنید، نخواستید هم پوستشو نمیکنید. اینم از این. اینو سراغ این که قسمتش، این که استخونش زده بیرون، از هر جایی که گوشتره یوری میایی به سمت پایین تا جایی که به استخون بخوری. به استخون که خوردی این یه تیکه ستون فقرات رو جدا میکنی ازش. این هم از اون یکی قسمت رو. این هم که از قسمت تحتانی مرغ میاد بغل آشغالا. این هم از این از رون ما. حالا شما خواستید میتونید این تیکه چربیشو با قسمت رون جدا کنید که حالا خودش یه قسمتی که میشه تو کل غذا استفاده کرد. پوستش هم خواستین جدا کنید. بلا هم داره یواش یواش وارد تصویر میشه. بعد خب میریم سراغ سینه، قسمت بالایی مرغ. ما اینجا پوست سینه رو اول باید بکنیم. اونو میتونیم از گردن بکنیم. اینم گردنه که خیلی راحت جدا میشه. خیلی راحت جدا میشه. اینجا یه برش. بعد بلا بابا عزیزم دست نکن تو کار لطفا. برو بینم.
پوستشو میکنیم. خیلی راحت انگشتتو میندازی زیر پوست میکشی در میاد. این از پوست. حالا من چون میخوام آب مرغ درست کنم هیچ کدوم از اینا رو نمیریزم بره. چیزایی که به عنوان آشغال استفاده میکنم، پوست، اون قسمت تحتانی، اون بال، اینا رو دور نمیریزم، نگه میدارم چون که میخوام باش آب مرغ درست کنم که حالا شما آب مرغ رو میتونید توی سوپ، توی اگه حیوان خونگی دارید واسه غذای حیوانتون، توی همه چی آب مرغ استفاده میشه دیگه، هر جایی که مثل عصاره مرغ. نه گردنشه که راحت جدا میشه. فقط لازمه که از بدن جدا بشه. این گردن و ستون فقرات با هم کنده شد. خب میایم سراغ سینه. من خیلی دارم مرغمو دستمالی میکنم دیگه، بیشتر از این سعی میکنم ادامه ندم. بعد از وسط برش میدیم، میرسیم به این قضروف وسط سینه. قضروف مشخص میشه، این برش میزنیم تا فاصله بینشون معلوم بشه. بعد از اینکه فاصله بینشون معلوم شد، از یکی از سینه ها شروع میکنیم به پایین رفتن تا حد امکان نزدیکترین قسمت قضروف و یواش یواش همینجوری میگیریم سینه رو. اگه گرفتن دوست دارین یواش یواش میگیریم سینه رو، میریم قضروف و پایین تا قضروف، میگم آره دیگه، قضروف از سینه جدا بشه. خودم هم نمیدونم چی دارم میگم، ولی کن که این گونه و همینجوری یواش یواش، اصلا نیازی به هیچ گونه زور و فشاری نداریم. یه خلاصه این میره پایین تا جدا بشه. آن اینم جدا سازی سینه از قضروف. اینجا هم یه ذره کثیف شد، اینجا میگه این ور، اینم از این. خب میایم سراغ این یکی سینه. این یکی سینه از خیلی آرام از همون قضروف، کنار قضروف میریم پایین پایین تا برسیم به ته قضروف. حتما مواظب دستتون باشید، هرچی با ملایمت باهاش کار کنیم. مرغ هم خودشو وا میده، هرچی ملایمت بهتر، مرغ هم وا دادنش بیشتر دیگه. خلاصه میریم پایین. اینم داره چون با ملایمت باش برخورد کردیم داره یواش یواش جدا میشه. نه. از اینو نه. خب نه میره تو قسمت آشغالاخ. حالا میتونید چربیاشو اگه نخواستید جدا کنید که خیلی راحت با همین چاقو، اصلا فشاری لازم نیست، فقط با چاقو میکشید از اون قسمتی که چربیه به سمت بیرون، خودش یواش یواش کنده میشه. همون قضیه یواش یواش که گفتم وامیده هستش، همونو یواش یواش ادامه بدید، خودش این یه تیکه خیلی چسبیده، اینو میبرید تا چربی ها جدا بشه. اینم از خب حالا دیگه خودتون میدونید که دوست دارید مرغتون رو چجوری پاک کنید. اگه خواستید اینکه سینه این رون
کتف، اینم بال. دیگه من چربیشو نگرفتم چون چربیشو میخوام برای خودم. دیگه شما خودتون هر جور دلتون بخواد پاک کنید. خواستید پوست رون هم بکنید، از همین قسمت اصلا جداه. همینو میگیرید میکشید قشنگ میاری تا پایین. بفرما دختر، اینا به درد شما نمیخوره بابا. از همین قسمت که گرفتی کشیدی یه دور انگشت میکشی کنده شد. یه ذره پوستش سفونه یه دیگه کنده شد. نمازین رونه تمیز. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. اینا الان میره توی قابلمه برای آب مرغ. بعد دیگه خلاصه اینجوری